سلام علیکم مخلصاتیم، کوچیک همه شما توسن هستم. عرض به خدمتتون که این چند روزه چند تا ورژن جدید از ارعر این آخوندهای شاسمغز شنیدم که دیگه صبر اصلیم سر اومد و پاک عصبی شدم. رفقا آرومم کردن وگرنه تریپ اصلیم اینجوری بود. ولی خدا وکیلی هر کی دیگه هم جای من بود همین کارو میکرد. بازم بنازم به این ثبات شخصیت ما که کار دست کسی ندیم. حالا شما حرفای این حجت الکشک پهنیانو گوش کن، فقط به پا یهو نری تو فاز تعجب اسفناج رو سرت سبز شه. تمدن غرب رو میخواید نقد کنید، خوبیاش مشکل ماست، نه فساد و کنار دریاش، نه عرق خوریاش. اونها که مشکل ما نیست. مشکل اصلی ما اون خوبی‌هایی است که بعضیا اینجا میمیرن برای خوبی‌های بظاهر خوبی‌های اونجا. مشکل ما نظم در تمدن غربیه. مشکل ما چرخش سریع و ظاهراً بی‌نقص کار اداری در ادارات جامعه غربی است که به واسطه حاکمیت پول داره این چرخش به خوبی صورت میگیره. راست میگه دیگه. با قسمت اول قضیه که فسق و فجورش باشه، آخوندای نظام از دم گشت مشکلی ندارن، چون خودشون ته اون کوچه فسق و فجور دکه دو نقش دارن. اما کار که به تکنولوژی و پیشرفت میرسه، علمای حکومتی مایه سالتو رو میدن دست حریف. اون وقته که یه همچین صحنه نوستالژیکی پیش میاد. هی من رفقا، نعل وارونه میدونی چیه؟ جان من خب معلومه که من میدونم چیه. بنده حقیر چون از کوچیکی دستی تو آتیش نعل بندون داشتم، طرف دهنشو واکنه میفهمم که میخواد به میخ بزنه یا به نعل، یا میخواد نعل وارونه بزنه. اینم یه سور رو نعل وارونه. ما علیه غرب ادعا داریم شما با این همه دزدی و غارتی که کردید، با این همه جلو افتادن، پس چرا اینقدر پیشرفت کردید؟ به اونها میگیم بیچاره شما علم رو محدود کردید. شما فکر می‌کنید پیشرفت کردید از نظر علم؟ شما هنوز شعور اینو ندارید که بفهمید پیشرفت از نظر علم یعنی چی. حالا اگه میخواید معنی واقعی پیشرفت از نظر علمی تو نظام رو بفهمید، توسن بهتون نشون میده. پیشرفته ترین سیستم حمل و نقل بسیجیان جانبرکف واسه شرکت تو تظاهرات میلیونی 22 بهمن. پیشرفت علمی رو دیدین؟ حالا هی برین ماورای ضد نظام نگاه کنین. بابا خرچنگ نظام که حاج احمد خاتمی باشه، طی بیاناتی خطر افقی شدن سیمبل ریت نظامو بر اثر تخریب ماهواره ها کامل شفاف سازی کرده. این آنتن ماهواره‌ای با دین و اخلاق بچه هاتون میانه نداره. چشم باز میکنید ببینید بچه بیدین تو این خونه تربیت شد، دختر و پسر بیدین تربیت شد. اصلا اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن، نه تنها ایرانی و یا کشورهای عربی، رسالت تخریب رو دارند. بنابراین این آنتنهای ماهواره‌ای و برنامه‌های ماهواره‌ای بدانید جز تخریب دین، تخریب اخلاق بچه هاتون رو هیچی در پی نداره. به حمدالله تلویزیون ما پیشرفته ترین پیشرفت های علمی، فیلم های علمی، فیلم های ورزشی رو تدارک میبینه برای جوان ها. تلویزیون نظام همه رقمه سرویس میده. اگه دقت کرده باشین این روزا آخوندا به هر شکل و قیافه‌ای در میان، هر جنگولک بازی در میارن تا با این ماهواره ها مقابله کنن. از آخوند کاراتکا گرفته تا آخوندی که بازی کامپیوتری درست میکنه، این هم یه آخوندی که
تو مهد کودک کار میکنه. خرگوش من چه نازه، گوشاش چقدر درازه، وقتی منو میبینه منتظرم میشینه. دوستم گفت اسمش چیه؟ من بهش گفتم سانازه. وقتی که پیشش میرم هویج براش میگیرم. من مامانو دوست دارم، خرگوش برام خریده، ولی خدا رو بیشتر، چون اونو آفریده. ای خدا، تمام فانتزی اینه که یه روزی پا بده این بیمزه توی یه موقعیت مناسب قرار بگیره تا بتونم اینجوری از خجالتش در بیام. خب برگردیم به ادامه افاضات خرچنگ نظام. فقط سقف صبر و تحمل رو بچسبونید به تاق که میخوام یه چیزی بهتون نشون بدم که به زودپز نشون بدیم میترکه. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینند. این تصریح فتوای مراجعه. نفرمایید خوب چرا تلویزیون میگذاره. خوب تلویزیون فیلم های ورزشی رو میگذاره و قرارم نیست که هر برنامه‌ای رو هر کسی ببینه. واسه عمل به فتوای همین مراجع تو حوزه تکنولوژی اختراع کردن که به صورت سیستماتیک این مسئله شرعی رو حل میکنه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از مسابقات کشتی آزاد. حالا دو کشتیگیر رو میبینیم که به روی توشک میرن، به هم میتابند، سرشاخ شدن، میره برای اجرای یک فن. نگاه کنید. اوه 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 به من، بله همین الان به من اطلاع دادن که یه خانم داره این کشتی رو نگاه میکنه. بچهای فنی لطفاً اقدام کنند. بله اینجا کارخونه پلی‌استر شیرزادی جنب سالن کشتی شیرودی. اونجا پشت همین کارخونه کشتیگیرها همچنان دارن به هم میتابند. اینجا هم دارن نخ میتابند. بله اونجا کشتیگیر با دو بنده آبی رفت تو فن نمدماد. اینجا هم مثل که دارن نمدمادی میکنن و پایان مسابقه. ببخشید یه خورده درد دلای ما زیاد شد. خب خوشحال شدیم از زیارتتون. دم همگی گرم، غم همگی کم. تا برنامه‌های بعدی زد زیاد.